بیش از یک ماه می شود که نیروهای مشترک دولتی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت عملیات تصفیه زمستانی را تحت نام پامیر 1 در اطراف شهر کندز و برخی ولسوالی‌های این ولایت راندازی کردند. اما باشندگان این ولایت میگویند که در نتیجه این عملیات کدام تغییرات چشمگیری به وجود نآمده است. شماری از سربازانی که در این عملیات اشتراک کردند و در خط مقدم جبهه در برابر مخالفان مسلح حکومت قرار دارند میگویند که برای آنان دستور عملیات تعرضی و پیشروی داده نمی شود و علاوه بر آن به اسرع وقت اکمال هم نمی شوند. ما را نمیمانه که پیش بریم. وقتی که ما بریم بگویم میگه که نه نرین. بچه ما میگه که بریم زنگ میده میگه نه نرین. هر دقیقه طالبان بالای ما حمله داره و ما دولت توجهی درست نداره و ما را پشت سر ما باید پر باشه، باید مالات ما قوی باشد، تیم تکنیکی و تیم انجینری داشته باشیم که پیش برویم. مسئولان نظامی در کندز میگویند که در خط مقدم جبهه هیچ نوع مشکل وجود ندارد، اما آنان طبق پلان نظامی به پیش میروند تا به غیر نظامیان و نیروهای دولتی تلفات وارد نگردد. فعلا بیزی که ما در نظر داشتیم در حضرت سلطان و تکمیل گردیده و فعلا ما عملیات ما مرحله دومش انقریب آغاز میشه بخیر که شما شاهد آن خواهد بودین. در عین زمان قماندان عبدالوهاب، یک تن از قماندانان دولتی که در این عملیات سهم دارد، میگوید که در این عملیات برخی قریجات را در اطراف شهر کندز از وجود طالبان مسلح تصفیه کرده اند. دیگه منتظر هدایت هستیم که اگر هدایت از بالا شود، چون بیزا ساخته میشه، به خاطر بیزا ما اینجا تقرر حاصل کردیم که هر وقت با ما هدایت شود انشالله به ظرف 1 ساعت 2 ساعت قریه کچلیا پیشروی میکنیم، مشکل دیگه ما نداریم. باشندگان شهر کندز میگویند اگر در فصل زمستان تمام اعلانهای مخالفان مسلح حکومت در اطراف مرکز این ولایت نابود نشود، با گرم شدن هوا وضعیت امنیتی این شهر وخیمتر خواهد شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.